بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در جامع صحیح خود در کتاب ادب آن گفتند که باب اثم القاطعی، باب درباره گناهی شخصی که علاقه را با خویشاوندانش میکند چقدر گناه دارد. یعنی در زیر این باب گناهی کبیره بودنی کندن علاقه با خویشاوندان را مصنف رحمت الله علیه بیان میکنند. حدیثی 5984 را روایت کرده گفتند که حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که شخصی که علاقه را با خویشاوندانش میکند به جنت نمی درآید گفتند. و این صیغه دلالت به گناهی کبیره بودنی کندن علاقه با خویشاوندان است. یعنی وقتی که به جنت نمی درآید گفتند، این دلالت میکند که این گناهی کبیره است. واقعا در آیت هم و در 3 جای قرآن الله تعالی لعنت کرده است آنهایی که علاقه را با خویشاوندانشان میکنند و لعنت دلالت به کبیره بودن گناه میکند. معنای لعنت این است که از رحمت الله تعالی دور هستند، دور میگردد کسی که علاقه را با خویشاوندانش میکند. و خویشاوندان این البته پدر و مادر بزرگترین آنها هستند، لیکن برای پدر و مادر خیلی که در صحبت خویشاوندان و پیوست کردن آنها در شرح کتاب خطوات بیان کردیم، پدر و مادر مقام علاهیده دارند. نیکی کردن با آنها را الله تعالی و شریعت بر الوالدین نامیده است. نیکی کردن به پدر و مادر همسایه توحید در قرآن است. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. الله تعالی را یگانه پرستش کنید، به او چیزی را شریک نبیارید و بر پدر و مادر نیکی کنید. اون دیگه مقامی نیکی کردن به پدر و مادر مقامی توحید است، همسایه توحید در قرآن است. اونم نیکی به خویشاوندان است، لیکن برای وی شریعت مقام الهیده بر الوالدین داده است. کندن علاقه خویشاوندی، بله پدر و مادر که کسی اگر علاقه را کند اونم به همین وعیدهایی که در حق خویشاوندان کسی علاقه را با خویشاوندان میکند در حق آنها اون وعیدهایی که آمده است اونها را هم در بر میگیرد. لیکن برای آن آدمی که با پدر و مادر علاقه را میکند جزای مخصوص آمده است. آنها را شریعت عق الوالدین نامگذاری کرده است. عاق پدر و مادر، عاق پدر و مادر این بزرگتر است از کندن علاقه با دیگر خویشاوندان. مراد از خویشاوندها این برادرها و خواهرهای انسان است که از یک رحم به دنیا آمدند، از یک بچه‌دان به دنیا آمدند که بچه‌دان در لغت عرب رحیم است و در زبان تاجیکی هم رحیم گفته میشد. خویشاوندان اینها هست. نزدیکترینشان بعد پدر و مادر این برادران و خواهران و دادران است و بعد اینها خویشاوندان مادر و پدر، یعنی خاله از جهت مادر که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الخاله بمنزلة الام، خاله به منزلت مادر است گفتند. و از جهت
خویشاوندی پدرها بزرگترین آنها عمک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است: اما علمت ان عم الرجل سنو ابیه. ای عمر، مگر بیخبر هستی که عمک مرد مانند پدرش است، برابری پدرش است. یعنی مرتبه عمک از مرتبه عمه بالا هست، ولی مرتبه خاله از مرتبه تقا بالا هست. با این آدم هایی که نامبر کردیم و به این داخل میشد مثلا فرزندای و نبیرگان و بابای و مادر کلان ها بالا، اون پدر و مادر کو مخصوصا هست. کسی با همین ها اگر علاقه را کند، این گناه کبیره است. الله تعالی آنها را لعنت کرده است. این شخصیت هایی که نامبر کردیم با اینها علاقه را پیوست کردن واجب است. حتی بعض علما اجماع علما را نقل کردن در واجب بودن پیوست کردن علاقه و در حرام بودن کندن علاقه با خویشاوندان. از جمله امام قرطبی اجماع نقل کردن. الله تعالی گفتیم در 3 آیت لعنت کرده است آنهایی که علاقه را با خویشاوندان میکنن. از جمله در سوره محمد الله تعالی میگوید که فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. یعنی الله تعالی میگوید که اگر شما در روی زمین قدرت پیدا کنید، امکانیت پیدا کنید، صاحب دولت شوید، صاحب قدرت شوید، در روی زمین فسادکاری میکنید و با خویشاوندان رفت آمد را میکنید، فاولئک الذین لعنهم الله. اینها شخصیت هایی هستند که الله آنها را لعنت کرده است. یعنی شخصی که در روی زمین فسادکاری میکند، با خویشاوندانش علاقه را میکند، اینا شخصیت هایی هستند که الله تعالی آنها را لعنت کرده است. فاصمهم، آنها را کر کرده است. گوش آنها سخن حق را نمیشنود. اگر رفت و شنود هم نمیفهمد یا به قلب آنها تاثیر نمیکند. اگر سخن الله را شنوید، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنوید، پند و نصیحت را شنوید، امر معروف شنوید و نهی منکر شنوید و به قلب شما تاثیر نکند، جستجو کنید که شاید با خویشاوندان علاقه را کندید. و اعمی ابصارهم، الله تعالی چشم آنها را نابینا میکند، دیگه حق نمیبیند، دیگر آن عملهایی که در آن فایده خداشون است نمیبیند. این وعید است در حق آنهایی که علاقه را با خویشاوندان میکنند. بعضی برادرها شکایت کردند که پدرشان و عمکشان در همسایگی زندگی میکنند، تقریبا 20 سال شده است با هم دیگر رفت آمد ندارند. یعنی علاقمندی خویشاوندی را کندند. در این مدت میگوید به عائله عمکم هم مصیبت ها آمد، به عائله ما هم مصیبت آمد، یکی ما دو نمیشد. من در همین فکر میکنم، میگوید من در همین میدانم که سبب این آمدن مصیبت ها در کندن علاقه هستم. لیکن آنها یک پند میگفتید، یک نصیحت میکردید، شاید آنها یعنی پند را قبول کنند. گفته چندین مراتبه یا برادر بسیار شکایت کرد. واقعا این در جامعه خیلی بسیار است. علاقه را با خویشاوندان کندند، بعد در مسافرت، در غریبی، در عذاب هستند. به یک شخصی حتی بیدین با چهره کشاد در زیر دستش فرمانبردار کار میکند، لیکن به یک برادر خود چهره کشاد ندارد. با خاله و با مادر خود یا با خواهر خود رفت و آمد ندارد. یکی آنها میگوید که 20 سال شد، یعنی که در یک کشور زندگی میکنیم، خواهر من ندیدم. یعنی این اگر امکانیتی دیدن باشد، در غریبی نباشد، یعنی امکانیتی سفر باشد، یعنی علاقه کردن با خویشاوندان این بسیار عبادتی بزرگ است. در صورتی نشدن با تلفن، یعنی با آنها علاقه را پیوست کردن لازم است. و کندن علاقه خیلی که گفتیم
الله در قرآن آنها را لعنت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آنها به جنت نمی‌دراید. کسی که علاقه را با خویشاوندانش میکند به جنت نمی‌دراید گفتند. این وعید است. این دلالت میکنه که گناه عظیم است و یکی از بزرگ بودن گناه کندن خویشاوندی این است که برادرای عزیز بعضی گناه‌های هست که الله تعالی در دنیا جزاش نمی‌دهد، در آخرت می‌دهد. مانند کفر، مانند شرک از همه گناه عظیم است. گناهی که غایت گناه است، آخری گناه است. لیکن با وجود همین یک بنده مشرک باشد یا کافر باشد و به دین اسلام طعنه نزند، به مسلمان ها یا به یگان کس ظلم نکند، برای خودش در شرک و در کفر خودش در یا بیدینی خودش هست، به کسی ظلم نمی کند، به دین اسلام زبان نمی رساند، چقه نمیشد، به دین اسلام بدگویی نمی کند، به گناه خودش آواره است. این آدم شاید الله تعالی در دنیا جزا ندهد، در آخرت جزا دهد. هست گناه هایی که الله تعالی هم در دنیا جزا می دهد هم در آخرت، و هست گناه هایی که الله تعالی جزایش رو تیزتر می فرستاند، یعنی مهلت هم نمی دهد. جزاش عقوبتش در دنیا عاجلی می آید، یعنی تیز می آید، و در آخرت هم او را جزا منتظر است. از جمله چنین گناه ها کندن علاقه خویشاوندی است. ببینید این موضوع چه خیلی مهم است. اگر شما به این عمل کنید از لعنت خدا دور میشید برادرای عزیز، از عذاب الله تعالی در امنیت میمانید. اگر علاقه را یعنی کندن علاقه را با خویشاوندان این عمل ترک کنید، بلکه پیوست کنید علاقه را. در سنن ابو داود و در سنن ترمذی از حدیث ابو بکر رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي و قطيعة الرحم. یگان گناهی نیست که سزاوارتر باشد که الله تعالی جزایش را تیزتر در دنیا دهد، با همراهی این که در آخرت هم جزا ذخیره کرده میشد براش، برای او جزا در آخرت هم ذخیره میشد. یعنی الله تعالی هم در دنیا جزا میده هم در آخرت. مثل البغی، مانند ظلم. ظلم جزاش در دنیا میبیاید و تیز میبیاید. و قطیعت الرحم، و کندن علاقه خویشاوندی. کسی علاقه خویشاوندی رو کند جزا در دنیا تیزتر می آید و در آخرت هم برای او جزا ذخیره می شود. حدیث صحیح است. و از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که گفتند که شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را می گفتند که این اعمال بنی آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. عملهای بندگان هر هفته روزی پنجشنبه، یعنی بیگاهی پنجشنبه، شب جمعه، پنجشنبه که با آخر رسید بعد عصرش، وقتی که شام میشه البته شام جمعه میدراید، اول شب میآید بعد روزی پنجشنبه با آخر میرسد، شب جمعه فرا میرسد. در همین وقت عملهای فرزندان آدم به الله تعالی پیشنهاد کرده میشد. عملی شخصی که با خویشاوندانش رفت آمد را میکند قبول نمیشد. ببینید عملی صالحتان قبول نمیشد. چه فایده از عملی صالح وقتی که با خویشاوندانتان علاقه را میکنید؟ این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ادب المفردشان و امام احمد در مسند روایت کردن با اسناد حسن. و در مصنف عبدالرزاق آمده است که امام عبدالرزاق میگه که اخبرنا معمر عن الاعمش قال كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في الحلقه. عبدالرزاق این یک عالم حدیث است. امام بخاری بسیار تمنا داشتند که عبدالرزاق واق خورند، لیکن 2 بار سفر کردند به سویش ولی مشرف نشدن به دیدارش. یک بار از بصره آمدن پیاده به مکه،
تقریبا 2000 کیلومتر یا اطراف همین پیاده آمدن. وقتی که به مکه آمدن کسی گفت که عبدالرزاق از دنیا گذشت. عبدالرزاق در یمن است. بعد مکه بعد باز به یمن باید سفر کنیم. بعد گشته به عراق آمدن. وقتی که به عراق آمدن یک آدم قسم خورد که عبدالرزاق زنده است. ببینید امام بخاری امام دنیا هستند، عمرشان در سفر گذشت. از بخارا بعد 16 سالگی سفر شروع کردن تا 62 سالگی در سفر بودن. علم در سفر آموختند. علم وقتی که در شهرتان میشنید علم نمی بیاد. الاهل و الجهل ساکنان فی بلدین. اهل و جهل در یک شهر است. در آن شهری که اهلتان است در آنجا جهل است. باید سفر کنید برای طلب علم. خواستند که اصلا امام بخاری وقتی که از عبدالرزاق الان در صحیح بخاری یا در دیگر کتاب‌ها روایت می‌کنه، بین امام بخاری و بین عبدالرزاق دیگر شخصیت ها است، استادانشون است. برای چی؟ برای اینکه از عبدالرزاق مباشرتا روایت کرده نمیتونن، ندیدن آخر. بعد گشته وقتی که به عراق آمدن کسی قسم خورد که عبدالرزاق زنده هست. سبحان الله. باز امام بخاری به سفر به راه برآمدن، پیاده باز به مکه آمدن. وقتی که به مکه آمدن و سفر از طریق مکه بود، یعنی وقتی که انسان به مکه از مکه میگذرد باید یک عمره کند، آخر سفر غنیمت داند، یک عمره میکنید با دوام میتید. عمره جای جمع مسلمان ها بود. بعد در آنجا یک آدم دیدن که گفت که عبدالرزاق وفات کرده است، من در جنازش اشتراک کردم. دیگر امام بخاری بعد برگشت. ببینید دو بار کوشش کردن که اون آدم هایی که بین امام بخاری و بین عبدالرزاق است افتانند و مباشرتا از عبدالرزاق روایت کنند، ولی برایشان این امکانیت دست نداد. خلاصه عبدالرزاق میگه که به ما معمر گفت. معمر از اعمش روایت کرد. اعمش سلیمان ابن مهران. سلیمان ابن مهران تابعین است. گفت که کان ابن مسعود جالسا. عبدالله ابن مسعود صحابه بعد نماز بامداد نشستگی بود، حلقه داشت، تفسیر قرآن درس میداد، مردم در حلقه او نشسته بود. بعد یه روز گفت که فقال انشد الله قاطع رحم الا مقام عنا. من به نام الله میپرسم که کسی در بین ما با خویشاونداش علاقش کندگی باشد، قاطع الرحم باشد، یعنی این گناه در او باشد، از بین ما به نام الله میپرسم که خیزد رود. برای چی؟ فإنا نريد ان ندعو ربنا. ما میخواهیم که الان یک دعای دست جمعانه کنیم، یک دعای جماعوی کنیم و از الله تعالی یاری پرسیم. بنابراین من از الله به نام الله میپرسم که از بین حلقه ما خیزد آن آدمی که با خویشاونداش رفت آمده میکند. برای چی؟ بعد گفتن که و این ابواب السماء مرتجه دون قاطع الرحم. درهای آسمان پوشیده می شود برای شخصی که با خویشاوندانش علاقه را کند است، یعنی دعاش قبول نمیشد. برای تاکید این معنا در فتح الباری حافظ ابن حجر از امام طبرانی روایت طبرانی را نقل کرده از حدیث ابن مسعود. همین حدیث این ابواب السماء مغلقه دون قاطع الرحم، با این لفظ آوردن، یعنی درهای آسمان مغلق بسته شده هست به شخصی که با خویشاوندانش علاقه را میکند. یعنی شخصی که قاطع الرحم است، علاقه را با خویشاوندانش کند است، این آدم دعاش قبول نمیشه. بنابراین از بین ما خیزد گفتم، خیزد تا اینکه دعای ما قبول شد. یعنی ببینید که دعای ما هم قبول نمیشد گفتن. بنابراین به نام الله میپرسم که خیزد تا اینکه ما دعا کنیم و دعامو قبول شود گفتن. و در کتاب ادب المفرد امام بخاری رحمت الله علیه از عبدالله ابن ابی اوفا روایت کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان الرحمت لا تنزل على قوم فیهم قاطع رحم. رحمت الله تعالی نازل نمیشد، مهربانی الله تعالی نازل نمیشد به آن قومی که در بین آنها شخصی هست که با خویشاونداش علاقه را کند است. ببینید حالا قریب در هر یک عائله
یک آدم یافت پیشد که با یکی از خویشاوندانش قهری هست یا دشمنی دارد، نعوذ بالله. خویشاوندانش به واسطه یا فالبین ها و سحرگرها یا به واسطه بندیت های دشمن ها یا به واسطه کارمندان حفظی حقوق، نعوذ بالله، با آنها خبر کشی میکند و خلاصه ضررش به خویشاوندانش میرسد. این آدم لعنتی هست و از رحمت الله تعالی دور هست. همین آدم در کدام جمعیت اگر وجود داشته باشد دعای آنها هم قبول نمیشد و الله به آنها رحمت هم نازل نمیکند. خلاصه امام طیبی چی میگن در همین مورد؟ یحتمل ان یراد بالقوم الذين يساعدون على قطيع الرحم. برای چی اونا گناه نکردین کو؟ این آدم گناه کرده است. او گناه دیگران چیست؟ اصلا طبق دستور قرآن و سنت الله تعالی جزا نمیدهد به گناه یک کس آدمهای بیگناه را. خب این آدم علاقه را کند است. گناه دیگرها چی که رحمت به آنها نازل نمیشد و دعای آنها هم قبول نمیشد؟ گناه آنها چیست؟ میگن که احتمال است که آنها در این عمل یاری میدهند. یاری میدهند به چی؟ نهی منکر نمیکنند، امر معروف نمیکنند. نمیگن که تو یا آخر 20 نفر یار و دوست هستید، مثلا در بین شما 19 نفرتان خوب هستید، یک نفرتان یعنی شتا آش میخورید، هر هفته صحبت دارید، مثلا یک نفر یا در یک جماعت نماز میخوانید، یک نفری شما با برادرش قهری است یا با دادرش قهری است. همین 20 نفر یا 19 نفر مگر همین یک نفر نصیحت کرده نمیتونید؟ یا همین 2 نفری که با همدیگر سلام علیک ندارن به زیر یک دسترخوان، به نزد یک دسترخوان جمع کرده، یک آش کرده، مثلا صلح انداخته نمیتونید؟ در بین شما یک آدمی آبرودار نیست که آبروش یعنی تاثیر کنه و دو کس صلح اندازه، یا یک آدمی نصیحتگر نیست که اینهای نصیحت کنه، یا یک آدمی پولدار نیست که یا از نام اینش به اینش تحفه کنه و بین آنها صلح اندازد. یعنی اینها احتمال است که در کندن علاقه یاردم کردن. میگن یاردم کردن به همین معناها هست. یا اینکه انکار منکر نکردند. و یحتمل ان یراد بالرحمت المطر. یا که مراد این است که رحمت نازل نمیشه، باران نازل نمیشه. باران با آن قوم نازل نمیشه، یعنی الله تعالی آب از آنها میگیره، خشکسالی با آنها میدهد که در آنها یعنی کندن علاقه اگر بسیار باشد. خلاصه این شؤم است، یعنی کثافت است. به کثافت گناه یک کس دیگرها هم در عذاب است. وقتی که امر معروف نمی کنید، نهی منکر نمی کنید، یا در صورتی که گپتون رو نمیگیرد دیگر اونا میتونید هجر کنید. 19 نفر اگر با یک آدم علاقه را کند به خاطر آنکه او علاقهش را با خویشاوندانش کند است، از آن آدمی که برادر خود را قدر نمی کند، دادر و خواهر خود را قدر نمی کند، شما را قدر می کند، کنید علاقه را به خاطر آنکه ادب شود، تعلیم شود، وقتی که نصیحتی شما را نمی گیرد. در این صورت شما علاقه وظیفه خود را ادا کردید. قال الکرمانی، کرمانی رحمت الله علیه گفتن که المؤمن بالمعصیه لا یکفر فلا بد من ان يدخل الجنه. مؤمن یعنی با گناه کافر نمیشه. یا آدم اگر با دادرش یا خواهرش علاقه را کند و کافر نمیشد، او اگر مسلمان باشه به جنت میدراید. لیکن در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که به جنت نمیدراید. گفتن معناش چی است؟ امام کرمانی گفتن کسی اگر کندن علاقه را حلال شمارد او کافر است. گفتن لیکن اصلا به کندن علاقه انسان کافر نمیشه. این یک گناه کبیره است. انسان به سبب ارتکاب گناه کبیره از حدود شریعت نمی براید. لیکن به هر حال این وعیدها چخیلی که در بالا قید کردیم دلالت به گناه کبیره بودن کندن علاقه با خویشاوندان میکند. بنابراین اگر خواهید که بلاها از سرتان دور شود، رحمت الله به شما نازل شود، از رحمت الله دور نشوید، الله شما را لعنت نکند، پس با خویشاوندان علاقه را پیوست کنید
و اگر کنده باشید رفته از آنها عذر پرسید و سلام علیک کرده آنها را زیارت کنید. اگرچه آنها به این عمل شما جواب ردی بی‌ضد دهند هم قبول نکنند هم شما علاقه را با آنها پیوست کردن گیرید. خیلی که در صحبت به تفصیل تر آیدی این بیان کردیم و در دیگر حدیث هایی که امام بخاری بعد این روایت کردن باز این مسئله ها را وسیع‌تر بیان میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.